درود و احترام خدمت همشهری عزیز. به تجربه‌ای برخوردیم که نیاز دونستم برای شما مشتری عزیزمونم توضیحات لازم رو بدم. موتور جاربرقی یکی از همشهریامون اومدیم تعمیر کنیم و به این قسمت از موتور که رسیدیم، حالا دیدیم موتور خوش کار میکنه. مشتری گفتن من روغن دارم، یه روغنی قبلا گرفتم برای کولرم، بیاید از همین بزنید. من اینو موقعی که اومدم تست کنم، این روغنای بازاریو گفتش که حالا من از این روغن قبلا کشیدم توی آمپور و استفاده کردم برای یاتقانای موتور. حالا ببینید این روغنی که استفاده کردم، ببینید این از تابستون مونده، ببینید به چه شکلی در اومده، ببینید چسب اصلا اینا روغن نیست. اینا رو به کولرتون، به لوازم خونگی که بلورنگ داره یا بوش داره استفاده نکنید. ببینید اصلا خودش حکم چسب داره. ببینید اینو اصلا بلند کرد. اصلا از این روغنای بازاری مخصوصا توی کولراتون تو فصل تابستون استفاده نکنید. ببینید این حالا چون توی اوتیش بوده، حالا من اسم برندش هم نمیگیرم، خدای نکرده بخوام برندی رو خراب کنم، ولی این روغنای تو بازار رو استفاده نکنید. هر وقت میخواید روغنی برای موتور، برای یاتقان، برای هر چیزی که روغن نیاز دارید، از این روغنای 4 لیتری موتور یا ماشین استفاده کنید. بکشید داخل این سرنگا یا داخل این قوطی‌ها بریزید و از اونا استفاده کنید. از این قوطی‌ها اصلا از بازار نخرید. دونه 10 تومن 15 تومن به شما میدن، برای موتور کولرتون یا یاتقانه استفاده میکنید. سال دیگه قفل میکنه، باید کلی هزینه کنید، 5-6 تومن پول موتور بدید، به خاطر همین بی‌کیفیت بودنی که روغن داره و حالت چسب هستش.